فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده سوال کردند که آیا گرفتن 6 روزه شوال در ماه شوال فضیلت دارد؟ اگر شخصی روزه قضا داشته باشه و بخواهد روزه بگیرد، آیا همان ثواب 6 روز شوال به آن شخص میرسد؟ و یا اگر قضایش را نگیرد و فقط 6 روز مستحب را بگیرد اشکالی دارد یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در مورد روزه گرفتن 6 روز از ماه شوال ترغیب آمده از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم و ایشون فرمودن من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدهر. هر کس که رمضان رو روزه بگیرد و بعد از رمضان 6 روز از ماه شوال رو روزه بگیرد، این مانند صیام دهر هست، این مساوی هست با روزه تمام در واقع سال و این اشکال ندارد. این روزه گرفتن 6 روز جایز هست، چه به صورت متفرق باشه در کل این ماه، چه به صورت پیوسته باشه. اما اولاتر و بهتر این هست که کسانی که به دلیلی نتونستن ماه مبارک رمضان رو کامل روزه بگیرن، در سفر بودند یا خانم هایی که عذر شرعی داشتن نتونستن روزه بگیرن، اولاتر و بهتر این هست که ابتدا روزه قضایی رو بگیرن، بعد از آن این روزه 6 روز رو روزه بگیرن. این اولاتر و بهتر هست و با روایاتی که در این زمینه هست سازگارتر هست. منتها اینم جایز هست اگر کسی به نیت 6 روز روزه رمضان ولو 6 روز شوال ولو اینکه قضای بر عهدهش باشد اگر بگیرد، انشالله باز هم امیدواریم که این ثواب را ببرند. اما با توجه به لفظ حدیث که در اینجا اومده من صام رمضان، کسی که رمضان را روزه بگیرد کامل بکنه. من صام رمضان، کسی که رمضان را روزه بگیرد. کسی که چند روزی از رمضان ناقص هست به دلیل بیماری، به دلیل مسافرت، به دلیل عذر شرعی نتونسته روزه بگیره، پس بنابراین رمضانش کامل نیست. بدین جهت هست من تاکید میکنم که اولاتر و بهتر این است که ابتدا روزه های فوت شده و قضایی رو به جا بیاورند و بعد از آن 6 روز رو روزه بگیرند.